سلام. الان زمان قرار رفت بالا. بگم قیمت یا نه؟ دیگه نهایت مثلا یه پیراهن 500 600. برای تیشرت 800 تومن، برای شلوار 1200. 2 میلیون تومن. 10 سال ازش استفاده کردم و هم مثل همین لباده بود که دیگه به حد نهایت رسید که دیگه بقیهش دیگه نشد. چادر بوده. سعی کردم بهترین جنس و کیفیت باشه و بتونه چند سالی واسم کار کنه. تیشرت بوده برای تولدم که نه، اسمش چیه؟ برای جشن بوده. حالا نمیدونم. حدسم نمیدونم. این لباس شهینه که چند سال قبل شهادت نداشته و من ما مدین شهدا هستیم. شاید نتونم هیچ اسمی واسش انتخاب کنم که در خودش باشه. آثارال اسلام به این لباس نمیشه. شهدا خب برای ما خیلی ارزش دارن دیگه و روی لباسشون هم نمیشه هیچ قیمتی گذاشت و ما هم نیت مدیون اونا هستیم. انشالله که بتونیم قدر این لباسا رو بدونیم. انشالله که بتونیم جوابگوی خون شهدا باشیم. این لباس یه لیاقت خاصی میخواد پوشیدنش. میتونم بگم این لباس عشقه، لباسیه که به آدم معنی عاشق بودن رو میفهمه که چجوری باید عاشق باشی و چجوری باید فداکاری کنی و جونتو برای عشق خودی که انشالله ما هم سرباز امام زمان باشیم و بتونیم در راه خدا برای امام زمان فداکاری کنیم. کسی توی بوده که برای کشورش، برای وطنش تا آخرین لحظه جنگیده و خانواده‌اش این بوده.